هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد موضوع امروزه ما باشد سلام تهنیه و دعای خیر است که آن را الله تعالی از برای بنده های مؤمنش شرط کرده است. سلام اسمی از اسمهای الله تعالی بوده معنای امان، آرامی و اطمینان است. این سلام چند آداب دارد. یکم، هر کی را میشناسید یا نه سلام بدهید. دوم، سلام را به این صیغه ها ادا نمایید. یکم، السلام علیکم حد اقل. دوم، السلام علیکم و رحمت الله حد میانه. سیوم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حد اعلا. اما جواب سلام و لفظ علیکم یا علیکم السلام یا پرگی جواب داده باز در حقش دعا کند. سیوم، آدم رونده یعنی راهرو بر نشسته سلام می دهد، خواه وی خرد باشد یا کلان. چنانه که به خانه درآینده به کسانی که در داخل خانه بوده سلام می دهد. چهارم، اگر در راه روبرو شوند سواره به پیاده، رونده به نشسته و خردسال به کلانسال سلام می دهد. پنجم، چون به جماعت روبرو شود باید به همه آنها به یکجایگی سلام بدهد و کسی را به سلام خاص نکند، زیرا هدف از سلام الفت و برادری است. ششم، در داخل بازار یا کوچه سیر آدم به کسان سلام می دهید که آن را می شناسید، از آن چیز می خرید. هفتم، چون صاحب خانه به خانه اش در آمده در آن کسی را نبیند چنین سلام می دهد: السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. هشتم، چون از پس جماعت بخیزید باید به آنها سلام بدهید و خیر خوش بکنید. نهم، چون از پیش مردم بگذرید و به آنان سلام بدهید اگرچه گمان کنند که جواب سلامش را نمیگردانند، چنانه که الله تعالی میفرماید: چون به سلام داده شد به سلام دادنی بهتر از آنچه به شما داده شد جواب بگویید یا مثل گفته وی جوابش بدهید. سوره نساء آیه 86. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دستور دادند: تا ایمان نآورید به جنت نمی درآیید. تا همدیگر را دوست ندارید ایمانتان درست نمی شود. آیا شما را به کار دلالت نمایند که چون آن را انجام داده اید همدیگر را دوست بدارید، سلام دادن را در بینتان آشکار یعنی بسیار کنید. دوستان من، موضوع امروزه به آخر رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ.